هدف دیگری استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان این برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی بود و همه تاجیکستانیان شریک معلوم است در تاجیکستان در بنبست کمونیکاسیونی بود، خصوصا در وقت زمستان قسم شمالی تاجیکستان ولایت مختار کوهستان و بدخشان با مرکز پایتخت ما قریب که علاقه نداشتند. دشواری خیلی هم زیاد بود و برای همین ها با مقصد برآمده از بنبست کمونیکاسیونی یک قطار لایحه‌های اینوستیسیونی، یک قطار تشبس‌های نو به میان آمدند که من در نتیجه راه اتومبیلگرد دوشنبه چناک پر ترمیم و به استفاده داده شد. باز در این دوره در تاجیکستان آن تونل هایی که در دوران شوروی سر شده بودند و بعد کنسرواتسی شده از فعالیت مانده بودند آغاز گردید، یا که تونل انزاب، تونل شهرستان، تونل دوستی و دیگرها به کار در آمدند که اینها تاجیکستان عزیز ما را از بنبست کمونیکاسیونی برآوردند و رابطه با تمام منطقه تاجیکستان تمام سال به میان آمد. غیر از این برای ترمیم کردن و از نو ساختن یک قطار راههای داخل جمهوری و اهمیت بین الخلقی داشته، امروزها کارها خیلی هم پیشرفت می باشند و با دلی پر ما گفته می توانیم که تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی برآمد و تنها در نزد خلق عزیز ما باز یک مسئله است. این مسئله هم باشه هرچه تیزتر از بنبست بین الخلقی برآمده شده تا اینکه با واسطه افغانستان ما با اقیانوس رسیدیم و خیلی سرور دولت ما ابراز داشتن تاجیکستان به کشور ترانزیتی تبدیل خواهد یافت که این البته برای من بعد باز هم رشد یافتن خواجه خلق مملکت ما خیلی هم اساسهای مستحکم خواهد گذاشت.